اگه الان تو شرایط و جایی هستی که راضی نیستی، باید قبول کنی که تمامش به خاطر اون شخصیتیه که تا الان با خودت داری یدک میکشی و به خاطر اون شخصیت داری یک سری گفتگوهای درونی رو انجام میدی که این گفتگوهای درونی داره احساسات تو رو تحت تاثیر قرار میده و به تبع اون داری زندگی میکنی و زندگی تو داری با همین گفتگوها رقم میزنی و سخت‌ترین کارمون همینه که ما باید اون شخصیت رو دیگه دفن بکنیم. ما از این شخصیتی که تا الان داشتیم به اینجا رسیدیم، با این شرایط، با این احساسات، با این تفکرات، با این گفتگوها و الان ازشون راضی نیستیم. پس چرا هنوز داریم این شخصیت رو با خودمون یدک میکشیم؟ پس چرا هنوز داریم همون تفکرات، همون گفتگوها رو توی درونمون داریم انجام میدیم؟ ما باید به این نقطه، به این مکان برسیم که بفهمیم اون شخصیت ما رو به اینجا رسونده و الان اگر واقعا از این شرایطت خسته هستی، یعنی اون شخصیت به درد تا الان نخورده. اگه سردرگمی، اگه احساسات بد رو داری در طول روز احساس میکنی، اگه شرایطت بده، به هر نحوی شرایط بیرونیت بده، باید اینو قبول بکنی که باید شخصیت قبلیت رو بذاری کنار و دفنش بکنی و یک شخصیت جدید واسه خودت بسازی. سخت‌ترین کار همینه.